حرکت و برکات گفتند که حق است و راست. میگویند که زمین را سیر کنی خود نیز سیر خواهی شد. یعنی حکمتی سخنان در بالا آورده شده در همین عبارت تجسمی خود را یافته است. در ناحیه‌مان آن عملهای خیری که بهره از خود کنی زمین‌های بیکار خوابیده چند پیشتر آغاز یافته بودند امروز ثمره‌های خوب خود را میبخشند. حقیقت بودن این سخنان را آنهایی که از مغزه جفپای محله قلعچه قطعه‌های زمین را گرفتند و امروز مشغول مهنتند به خوبی درک میکنند. آنهایی که از قسم پایانی جفپای زمین گرفته گرمخانه ها برپا کردند الکی درآمد مناسب را نیز صاحب میکنند. واقعا فلسفه حیاتی با بیان ما که اساسش را مهنت تشکیل میکند امروز مورد آموزش وارثان قرار گرفته است. ما نیز با چند تن از آنهایی که در جفپای مهنت میکنند و باوریشان به فردای نیک کلانه هم صحبت شدیم. الهام جان، محمد جان، فاروق جان، غفار، علی بای تختایف بر این مردان مهنت را بیشتر از همین موضع داخل گرمخانه ها مشغولی کار و مهنت در میابد. من هم سال دیم سال مهنت کسیم. من هم کوچتایی طرف دولت حکومت دودگی کوچتایی من شنونده من خدا خواهد همین هفته ها پاملداروش میپزد بودرینگشان دیده دینه چهارشنبه بود چندم من اینجا نه کوچتو سپیڅل روسیه آوردم بودرینگوی پاملداروهای سرخ کلان کلان خدا خواهد در روما کلان شود یونانگی پرنیکو هم تقسیم کرده بهره میبینم دیگه که نه فایده چه خیلی که فایده ناس خدا شکر دیگه حرکت کنید حرکت مهنت کنه همش میشه دیگه مهنت کتی کارسی مکن خدا شکر من دیسید انا نتیجه شه شوس خدا شکر من پرزیدنت هم رحمت تا تشبوسه و هون کتی ما زمان دادم شرایط کرده دادن دیگه فقط حرکت کردن کار حرکت کنه کار مهنت کنه کار. امروز کشاورزان ما مقال دست به کار و دلبیار را شعار اساسی خود قرار داده مهنت میکنند و درآمدشان نیز بسیار خوب است. اصلا مهمش آنها از مهنت خود راضی‌اند، ناامید نیستند. اگر گویم که استخوان مردم ما با مهنت سخت شده است خطای صادر نمیشود. اگر از مشکلات آبیاری صرف نظر کنیم میتوان گفت که بهار و زمستان در جفپای کار و مهنت قطع نمیگردد. با وجود امروز مشکلات آبیاری در اساس کمک عملی حاکمیت ناحیه به درجه برطرف میگردد. من 63 در آمدم. همینجا فقط دیقونکت مهنت کرده فرزنده پویدم. من همینجا دشت معلق بود پرزیدنت ما رحمت و فرمان حقیقت من همین چیز شرایطی کرده من همه چیز روی سوز. زمان پاسن نباگه من کارشکا من بودری زمان پاسن ولی خونه مونده ولی این خیلی شده نه. حرکت کنه این 6 جو دانش 1 میلیون سوم فایده گرفت میشه. من لابلابی سرخانه دور میگم اونجا شوشتم من لابلابی شد بودرینگ حتی من خربزه های من گل کرده انداختوس همه مهنت کنند میشه. در گرمخانه ها بغیر از پمیدار، بادرینگ، کرم، کبودی های گوناگون نمود، سیر پیاز، لیمون، دیگر نوع‌های سبزیجات نیز پرورش کرده می شوند. بنا به گفته ساکن محله قلعچه علی بای تختایف امسال در گرمخانه همچون تجربه کارتوشکا کشت کردند. صاحب کار نیا دارد که از این زراعت که الکی بار آورده است حاصلی فراوان به دست آورد. این حاضر همه مایه میپزد. اینا کنده شده میبرم خدا خواست من بزرگ میبرم میخرن. اینا کی کش کرده بوده؟ اینا من فیبرال 20 ماشین کشکی من. نتیجه سا اوباما کانتر بدن هول حاضر با من 600 میشد. اینجا دا من 7 استخوانه ها هر یک این کرد بزرگم پر میشد. حوصله نوبا فقط مهنت کنده کار. امروز توفیل اعتبار و عملهای خیری از خودکنی زمینهای بیکار خوابیده مردم ما صاحب مالکیت شده درآمد ارزنده نیز به دست می آورند. مردم ما که اصلا دهقان زاده اند این عمل پرمسئولیت را به فرزندان و نویرگان می آموزانند. جوانان نیز امروز به خارج نمی روند. آنها از امکانیت‌های داده شده ثمرناک استفاده کرده با اهل بیتشان در همین گونه قطعه‌های زمین کار و مهنت می‌کنند. واقعاً طعم میوه وطن، طعم محصولاتی که در سرزمین بابایی پرورش یافته و به دست آورده شده است شیرین‌تر است، زیرا این محصولات با مهر، با محبت ناتکرار پرورش یافته است. این زمین‌های ناکارم که تشنه مهر و محبتند در سیمای موضع نوبنیاد جفپای خلق مهنت دوستی ما را با آغوش خود می‌خواند.